امروز پدر آوازخوان شناخته تاجیک گلدانه علیارزاده امامعلی علیارزاده در سن 65 سالگی بعد بیماری طولانی از عالم درگذشت. در این باره به ما خود هنرمند خبر داد. طبق گفت گلدانه بانو، پدرش نه از بیماری کرونا ویروس بلکه سالیان زیاد از بیماری فشار بلندی اذیت میکشید و نزدیک 20 سال در خانه بستری بود. باید قید کرد که فرزندان مرحوم همه دختر بوده. گلدانه بانو برادر نداشت و پدر خود را همچون جوانمرد مدت دراز پرستاری میکرد. طبق گفت او، پدرش برای او قوت دل و سایبان سر بود. از رفتن او یک روز هم نگذشته باشد هم، ولی الکی غم یتیمی را احساس کردم و کی بودن پدر و عموما والدان را اکنون درک کردم. ابراز داشت ضمن صحبت. پدرم سالهای دراز در ساحه‌های گوناگون از جمله به حیث محاسب، آموزگار و حتی راننده شده کار و فعالیت کرده در رشد ساحه‌های مذکور سهم خود را گذاشته است. هرچند برای بهتر گردیدن وضع سلامتی پدرم به تمام شفاخانه‌های کشور و طبیبان مراجعت کردم، ولی به درد او دوا پیدا کرده نتوانستم. چند روز اخیر وضع سلامتی او یک باره بد شد و او را به شفاخانه به شهر دوشنبه بردم، اما طبیبان گفتند که شفا یافتن او امکان ندارد و ما را از شفاخانه جواب دادند. باز دلم نماند و او را یک مدت در شفاخانه ناحیه یاوان از تشخیص گذرانیدیم و طبیبان تمام ملهم و دارو را کردند، اما پدرم شفا نیافت. از مرگ جای گریز نبوده است و هر یک آدم زهر آن را می چشد. نصف روز 26 ایول پدرم در ناحیه یاوان در خانه جان به جان آفرین سپرد و قلب‌های ما را ریش کرد. پدرم در زادگاهش ناحیه عبدالرحمن جامی به خاک سپرده شد. دعا میکنم که منزل آخرت پدرم آباد باشد، زیرا او در زندگی بسیار عذاب کشید. ما نیز اهل گروه به خاندان گلدانه بانوی علیارزاده اظهار همدردی نموده دعا میکنیم که جای پدر عزیز بهشت جاودان باد. شرکت صفسودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва баровардани мӯи сар ва ҳамчунин барои бемории писари азу ва ба қувват кардани қувваи мардонагии бемории пӯст. доруҳо ба намуди капсула, алҳадая ва равғани сиёҳдона ки ба садҳо дард даво ҳастанд пешниҳод менамояд. доруҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо ба дарди шумо ҳатман даво мебахшанд. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия аз 3 соат то 5 соат. аз номи канали меҳробпуро салом фиристед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. телефонҳо барои тамос дар рӯи экран.